دوتا شوتی بودن که خیلی هم با هم رفیق بودن. یه روز یکیشون تصادف میکنه، میبرن دست و پاشو گچ میگیرن. اون یکی رفیقش نمیتونست ببینه دوست صمیمیش خونه نشین شده، میره زودی واسش یه ویلچر میکنه. هر روز سر یه تایم مشخص رفیقشو میبرد بیرون تا یه جایی با ویلچر میچرخوندش. خیلی جای دیگه هم که نمیشد رفیقه رو کول میکرد. کلی هم بهشون خوش میگذشت و دوتایی میخوندید. روزا میگذره، یه روز پسره میبینه دیگه از رفیقه خبری نیست. با خودش میگه حتما دیگه خسته شده از دستم، از بس منو هل داده، از بس که منو کولم کرده. هر چقدرم که گوشیشو میگرفت میدید گوشیشم خاموش کرده میمونه. خلاصه پسر ته دلش حسابی از دست رفیق شاکی میشه. بعد از چند وقت تایم گچ پسر تموم میشه و گچو باز میکنه. پسر بلا فاصله میره تا از رفیق خبر بگیره، میره تا ببینه چرا یه عقه‌ای بستن. میره بهش میگن رفیق تصادف کرده و رفته تو کما، هنوزم به هوش نیومده. بهش میگن تو چجور رفیقی هستی که از حال رفیقت خبر نداری؟ پسر دیوونه میشه، دست و پاش یخ میزنه، آدرسو میگیره، با همون پای تازه از گشت در اومده بودو میره بیمارستان. میره رفیقشو از دور میبینه، کلی گریه میکنه، بلند داد میزنه، میگه سلامتی اون رفیقی که اگرم ازش خبری نبود حتما دست خودش نبود. تو هم اگه اسم میکنی همچون رفیقی تو زندگی داری این پستو بفرست واسش. خیلی مخلص.